پدر مجنون از شنیدن خبری که جان او را تهدید می کرد خیلی ترسید و سریع به جستجوی مجنون پرداخت. در اولین فرصت به دوستان و همقبیله‌هایش سپرد که مجنون را پیدا کنند و یا اگر نشانی از او دارند خبر را به او بدهند. پدر مجنون خویشان و دوستانش هر جایی را که می توانستند به جستجوی مجنون بروند رفتند، ولی هیچ اثری از او پیدا نکردند. پدر مادر مجنون از گم شدن فرزندشان گریان و پریشان بودند. تلاش برای پیدا کردن مجنون به گوش قبایل همسایه عامریان هم رسیده بود. آنها هم می دانستند که اگر نشانه ای از مجنون داشتند باید سریع به اطلاع پدر و مادر مجنون برسانند. یکی از قبیله های دوست با عامریان قبیله بنی اسد بود. اتفاقاً یکی از مردان قبیله بنی اسد مجنون را در صحرایی در کنار جوی آب دید. در حالی که حالش هم خیلی خوب نبود، خواست با او حرف بزند، ولی دید که مجنون اصلاً حال حرف زدن ندارد. توان حرکت هم نداشت. مرد بنی اسدی بلا فاصله نزد پدر مجنون رفت و به او گفت مجنون در بیابان افتاده است. بعد هم نشان آنجا را به او داد. پدر وقتی که این حرف را شنید بدون اینکه به کسی حرفی بزند شتابان به سوی آن محل رفت. کمی صحرا را گشت و بعد هم پسرش را در حالتی رقتبار پیدا کرد. پدر با چشمانی اشکبار به پسرش نزدیک شد. مجنون وقتی که دید پدرش نزد او آمده بغضش شکست و شروع به گریه کرد و بعد هم با صدایی لرزان به پدرش گفت اوضاعم را نگاه کن، بهتر است مرا به حال خودم رها کنی. من خیلی بدبخت هستم که باید تو را اینطور ببینم که برای پیدا کردن من آواره کوه و صحرا شده ای. مرا ببخش، واقعاً مرا ببخش، دیگر کاری از دست من بر نمی آید. پدر گریان و پریشان دست بر سرش کوبید و عمامه‌اش را بر زمین زد و کنار پسرش نشست و با صدایی گریان شروع به نصیحت فرزندش کرد و به او گفت آخر عزیز من این چه وضع حالی است که برای خودت درست کرده ای؟ پسرم این کارها را رها کن. این چه عشقی است که باید به خاطرش اینطور خودت را نابود کنی؟ به سر خانه و زندگیت برگرد. حالا گیرم که این عشق خیلی گرفتارت کرده باشد. آخر نمیخواهی سری به این پدر و مادر پیرت بزنی؟ پناه آوردن به صحرا که تنها راه چاره نیست. راه های دیگری هم هست. منتها اول باید خودت را پیدا کنی. مجنون وقتی که دید پدرش با التماس و زاری این حرفها را میزند لبخندی زد و گفت پدر عزیزم، من در این عشق گرفتار شده ام اختیاری ندارم که بخواهم دست از آن بردارم. اگر من می توانستم راه دیگری انتخاب کنم دیگر به این حال و روز نمی افتادم. اگر کسی آنقدر در عشق توانایی داشته باشد که راه دیگری انتخاب کند من معتقدم که او عاشق واقعی نیست. من با این حال ناخوشی که در نظر شما دارم خودم لذت میبرم. پدر که این حرفا را شنید صدای گریه‌اش بیشتر شد و گفت آخر من با تو چه کنم؟ این نتیجه زحمات من نیست. خدایا خودت کمکی بکن. بعد هم برخاست و با هر زحمتی که بود پسرش را بلند کرد و او را به سوی خانه‌اش برد. در خانه به همه خانواده و خویشاوندان سفارش کرد که مراقب او باشند تا مبادا دوباره فرار کند و به صحرا برود. آشنایان و خویشان هرگاه که او را در این حال زار و گریان می‌دیدند دلشان به حال او می‌سوخت. بیشتر هم دلشان به حال آن پدر و مادری می‌سوخت که باید با این پسر سر می‌کردند. مجنون چند روزی را در خانه به سر برد. دیگر طاقت نگاه‌های مردم را نداشت. در پی فرصتی بود که دوباره سر به بیابان بگذارد.
سرانجام هم یک روز از قبیله خارج شد و به سوی صحرا رفت. مجنون وقتی که دوباره سر به کوه و بیابان گذاشت به سرودن غزل‌های عاشقانه پرداخت. هر شعرش را که مردم می‌شنیدند سریع حفظ می‌کردند. اشعار مجنون بیشتر برای کسانی زیباتر بود که چون او دلی اسیر داشتند. همه مردم و صحرانشینان از عشق مجنون و لیلی به یکدیگر آگاه بودند. برخی از آنها غزل‌هایی که مجنون می‌ساخت به طور پنهانی به گوش لیلی می‌رساندند. گاهی اوقات لیلی هم اشعاری می‌سرود و آنها را به وسیله افرادی برای مجنون می‌فرستاد. کسانی که با مجنون آشنا بودند و این کارهایش را نمی‌پسندیدند او را به باد سرزنش می‌گرفتند. از طرف لیلی هم وضع همین گونه بود. عده‌ای از زنان که از این کارهای او اطلاع داشتند او را سرزنش می‌کردند و لیلی و مجنون هم جز صبر و سکوت کاری از دستشان بر نمی‌آمد. روزی لیلی به همراه تعدادی از همسن و سالان خود برای تفریح به بوستان نزدیک خانهشان رفت. لیلی از دوستان خود کناره گرفت و به کنار جویی رفت و به یاد مجنون شروع به شعر خواندن کرد. شعرهایی که سروده بود به یاد مجنون می‌خواند. یکی از عاشقانی که مثل مجنون سرگردان بود در آن حوالی غزلی از مجنون را با صدای بلند برای خود می‌خواند. غزلی که مجنون آن را به یاد لیلی سروده بود. لیلی وقتی که این غزل را شنید با صدای بلند شروع به گریه کرد. اتفاقاً یکی از دوستان لیلی این وضع را مشاهده می‌کرد. او وقتی دیده بود که لیلی به گوشه‌ای رفته و تنها نشسته از دور مواظبش بود. وقتی که دخترها به خانه‌هایشان رفتند دختری که لیلی را در آن حال مشاهده کرده بود نزد مادر لیلی رفت و جریان را به او گفت. مادر لیلی برخلاف پدرش چندان با ازدواج لیلی و مجنون مخالف نبود ولی او هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. او فقط می توانست دخترش را دلداری دهد و بیشتر مواظبش باشد، چرا که با خودش می گفت اگر بگذارم که همدیگر را ببینند حال هر دو هر روز بدتر می شود و اگر هم نگذارم که این وصال اتفاق بیفتد ممکن است او را از دست بدهم. کاری از دست مادر لیلی بر نمی آمد جز این که خودش صبر کند تا ببیند اوضاع چگونه پیش می رود. لیلی از این که نمی توانست مجنون را ببیند سخت دلتنگ بود. امیدوار بود که در آینده اوضاع به نحوی درست شود و پدرش سرانجام راضی به وصال آنها شود. اما این امید چندان نپایید، چرا که با پیدا شدن سر و کله خواستگار جدید شرایط به طور کلی عوض شد. این خواستگار جدید جوانی ثروتمند از قبیله بنی اسد بود. بسیاری از خانواده‌های مشهور قبایل دوست داشتند که دامادی چون او داشته باشند. نام او ابن سلام بود. او سالهای طولانی برای تجارت از قبیله خود بیرون رفته بود و حال پس از سالها که برگشته بود میخواست ازدواج کند. او وصف زیبایی‌های لیلی را از بسیاری از مردم شنیده بود. بنابراین بعد از بازگشت از تجارت اولین کارش مهیا کردن مقدمات خواستگاری لیلی بود. او یکی از معتمدین چرب زبان را برای این کار به خواستگاری فرستاد. او به پدر لیلی پیغام فرستاد که حاضر است برای مهریه لیلی بیش از 1000 شتر و گوسفند و هزاران سکه طلا بپردازد و هر شرطی هم که آنان داشته باشند خواهد پذیرفت. وقتی که آن معتمد با پدر لیلی به گفتگو نشستند و مطالب گفتنی هم گفته شد، پدر لیلی در پاسخ گفت که ما با این ازدواج مشکلی نداریم ولی الان حال لیلی کمی خوب نیست. ما هم هنوز آمادگی کامل نداریم. اگر مدتی به ما وقت بدهید تا مقدمات ازدواج را فراهم کنیم و حال لیلی هم خوب شود برای ما بهتر است.
بعد از آن هم در اولین فرصت مراسم ازدواج برقرار خواهد شد. وقتی این سخن به گوش ابن سلام رسید با خوشحالی قبول کرد که مدتی را هم منتظر باشد تا همه مقدمات فراهم شود. ابن سلام از عشق مجنون به لیلی هم آگاه بود، بنابراین دوست داشت تا هرچه سریعتر این ازدواج سر بگیرد تا اسم لیلی از دهان مجنون بیفتد، چون مجنون هر بار که شعری می سرود و در آن از لیلی نامی می برد، آن شعر بلافاصله میان مردم مشهور می شد. لیلی از شنیدن بحث خواستگار جدید ناراحت شد. پدرش هم این را می دانست و به همین خاطر می خواست که در مدت زمان لازم رضایت او را به دست آورد. مجنون هنوز از ماجرای خواستگار جدید خبر نداشت. مثل همیشه آواره کوه و صحرا بود. از این دشت به آن دشت و از این کوه به آن کوه می رفت. همه صحرانشینان این سرگشته را می شناختند. هر کسی هم که او را نمی شناخت از دیگران پرسجو می کرد و احوال او را می فهمید. از جمله کسانی که او را چندان نمی شناخت پهلوانی دلاور و جنگجو به نام نوفل بود. مال و ثروت او در میان تمام عرب مشهور بود و از شجاعت بی‌نظیرش همه آگاه بودند. از این رو افراد بسیاری هم در خدمت او بودند. او دوست داشت که به افراد ضعیف و بی‌نوا کمک کند. روزی نوفل با خدم و حشم خود برای شکار به صحرا رفته بود. دنبال آهویی را گرفت و ناگهان آن آهو به غاری پناه برد، غاری که مجنون در آن پناه داشت. نوفل وقتی به غار رسید مردی را دید که رنگ از رویش پریده بود و با چند آهوی صحرایی انس گرفته بود. معلوم بود که مدت زیادی چیزی نخورده و حالت زار و گریانش نشان میداد که غمی بزرگ در سینه دارد. نوفل از همراهانش پرسید این دیگر کیست؟ یکی از همراهانش که مجنون را به خوبی می شناخت نزدیک رفت و تمام آنچه درباره مجنون و قبیلش می دانست باز گفت و درباره عاشق شدنش هم گفت. او به خاطر معشوق خود لیلی به این حال و روز افتاده است. هر روز شعری می سراید و مردم هم آن را زود یاد می گیرند. عده‌ای از مردم هم برایش گاهی آب و غذایی می آورند، ولی او بیشتر در صحرا تنهاست. نوفل وقتی این حرفها را شنید و حال مجنون را دید دلش به حال او سوخت و گفت من تمامی تلاشم را خواهم کرد تا هر طوری که شده این عاشق و معشوق را به هم برسانم. آنگاه از پشت اسب پایین آمد و نزد مجنون رفت و دستی بر سر و رویش کشید و با او سر گفتگو را باز کرد. مجنون نگاهی به او کرد و شروع کرد ابیاتی درباره لیلی برای او خواندن. هر حرفی که نوفل بر زبان می‌راند مجنون حرف لیلی را پیش می‌کشید. نوفل هم سری تکان می‌داد و حق را به او می‌داد. مجنون وقتی دید که یک نفر پیدا شده که حرفهای او را تا حدودی میفهمد رازهای دلش را با او در میان گذاشت. نوفل هم در تمام مدت به حرفهای او گوش میداد و در نهایت گفت من هر طوری شده لیلی را به تو خواهم رساند و تا زمانی که ازدواج شما را نبینم از پای نخواهم نشست. اشک از چشمان مجنون جاری شد و از نوفل سپاسگزاری کرد، اما ناگهان نگاهی به نوفل انداخت و به او گفت آیا واقعا این کار را انجام می دهی؟ نوفل هم سریع گفت 100% مطمئن باش. مجنون این بار با حالتی اندوهگین گفت اگر این کار را بکنی از خدا میخواهم هر چه بخواهی برایت مهیا کند. خودم هم از هیچ خواستت سر بر نمیتابم، ولی اگر این حرفی که زدی سرابی بیش نیست از تو خواهش میکنم بروی و مرا به حال خودم رها کنی.
نوفل که از شنیدن این حرف جا خورده بود و توقع نداشت که مجنون این حرف را بر زبان آورد، در برابر حرفی که زده بود سوگندی سخت خورد که تا این کار را انجام ندهد از پای نخواهد نشست. بعد هم به مجنون گفت البته قبلش یک شرط دارد. مجنون پرسید چه شرطی؟ نوفل گفت از تو خواهش میکنم که دیگر این زندگی بیابانی را به کنار بگذاری. انقدر خودت را آواره صحراها نکنی. چند روزی را مثل آدم زندگی کن. مجنون که از شنیدن وصال لیلی خیلی خوشحال بود این شرط را پذیرفت. نوفل مجنون را سوار بر اسبی کرد و به سوی قبیله خود برد. مجنون به گرمابه رفت و سر و روی خود را شست و بعد لباسهای مرتب پوشید و سپس به خوردن غذا پرداخت. بعد از چند روز رنگ و رویش هم عوض شد و سر حال آمد. نوفل هر روز جویای حال مجنون بود. دستور میداد به بهترین وضعی از او پذیرایی کنند. هر بار که میخواست غذایی بخورد حتما باید مجنون هم سر سفره می بود. چند هفته از آمدن مجنون به نزد نوفل گذشت. مجنون هر روز شوقش را برای دیدن لیلی بیشتر می کرد، ولی احساس می کرد که نوفل قصد ندارد کاری انجام دهد. روزی مجنون از نوفل گله‌مندی کرد و به او گفت تو قرار بود که خیلی زود مرا به لیلی برسانی، ولی انگار که هیچ خبری نیست. این شرط بزرگی و بزرگواری نیست. بی‌وفایی را از چون تویی باور نداشتم. این حرف برای نوفل گران تمام شد. نوفل تصمیم گرفت که اقدامات خودش را آغاز کند. 100 نفر از مردان جنگجوی قبیله‌اش را برگزید و به سوی قبیله لیلی رفت. قاصدی به سوی پدر لیلی فرستاد و گفت هرچه زودتر لیلی را نزد من بیاورید تا او را به نزد مجنون ببرم. اگر این کار را انجام دادید که هیچ، وگرنه با تیغ جنگجویان من مواجه خواهید شد. وقتی که قاصد این خبر را به بزرگان قبیله لیلی رساند همه خشمگین شدند و به او گفتند برو به اربابت بگو لیلی قرصنان نیست که به تو بدهیم. اگر زورت زیاد شده و هوس جنگ داری ما هم آدمهای ترسویی نیستیم، در مقابلت شمشیر میکشیم. جنگجویان قبیله ما هم چیزی از تو و افرادت کم ندارند. قاصد وقتی که این پیام را به نوفل رساند نوفل خشمگین شد و پیغامی دیگر با تهدید برایشان فرستاد. مردان قبیله لیلی بار دیگر پیغامی محکمتر به نوفل دادند. نوفل وقتی که دید با زبان نمیتواند کاری را پیش برد آماده جنگ شد. او و جنگجویانش در یک سو و مردان قبیله لیلی در سوی دیگر صف کشیدند و جنگ سختی در گرفت. مجنون که از دور شاهد ماجرا بود وقتی که دید جنگ شروع شده خود را سریع به میدان جنگ رساند. او دوست نداشت که با قبیله لیلی وارد جنگ شود، به همین خاطر همه تلاشش را کرد که جلوی جنگ را بگیرد. حتی در برخی موارد وقتی می‌دید که کسی از مردان قبیله لیلی کشته می‌شود، مجنون بر سر جنازه او به گریه و زاری می‌پرداخت. وقتی غروب شد به ناچار جنگ تمام شد. روز بعد نوفل و یارانش آماده جنگ شدند، اما ناگهان متوجه شدند که جنگجویان قبیله مقابل چندین برابر شدند. وقتی که پرسجو کردند فهمیدند که شب هنگام بزرگان قبیله لیلی از قبایل متحد خود کمک خواستند و آنها نیز به کمک آنها شتافتند. نوفل که در شجاعت و دلاوری نظیر نداشت اینجا فهمید که اگر جنگی در بگیرد او و همه مردانش قتل عام خواهند شد. بنابراین تنها چاره را در این دید که با حیله‌ای صلح کند. او پیرمردی دانا را به سوی قبیله لیلی فرستاد و به آنها پیغام داد که
ما نباید به خاطر این دو جوان همدیگر را به کشتن بدهیم. ما دخترتان را از شما خواستگاری کردیم. اگر قبول نمی کنید خب مشکلی نیست. دیگر نیازی به جنگ نیست. وقتی که این سخنان به گوش پدر لیلی و بزرگان قبیله رسید، آنها حرف نوفل را پذیرفتند و جنگ را تمام کردند و به صلح رضا دادند. نوفل با جنگجویانش به سمت قبیلهشان به راه افتاد، اما مجنون وقتی که دید از لیلی خبری نشده با عصبانیت نزد نوفل رفت و به او گفت: آن همه شجاعتی که از آن تعریف می کردی همین بود؟ آن قولهایی که درباره لیلی به من دادی همش باد هوا بود؟ این چه کاری بود که با من کردی؟ لیلی را که به من نرساندی هیچ، یک دشمنی بزرگ هم میان من و خانواده او درست کردی. نوفل مجنون را به آرامش دعوت کرد و بعد به او گفت: من هنوز سر حرفم هستم، ولی این صلحی که به ناچار اختیار کردم برای این بود که آنها سپاه بیشتری داشتند و افراد من کم بودند. این صلح فقط یک حیله جنگی بود. وقتی من هم سپاهیان متحد خودم را گرد آورم باز خواهم گشت. نوفل سپس قاصدانی را به تمام قبایل خود فرستاد و از همه آنها طلب کمک کرد. هر کدام از قبایل و طوایفی که با نوفل متحد بودند سپاهیان بیشماری را در اختیار او قرار دادند، تا جایی که تعداد سپاهیان نوفل بیش از متحدان قبیله لیلی شد. وقتی که نوفل سپاهیانش را آماده کرد به سمت لشکر مقابل به راه افتاد. وقتی که آوازه حرکت نوفل به سمت قبیله لیلی به گوش بزرگان آن دیار رسید، همه آماده جنگی دیگر شدند. آنها با دیدن لشکر بیشمار نوفل کمی ترسیدند، ولی چاره‌ای جز جنگ نداشتند. وقتی که دو سپاه به هم رسیدند نبرد شدیدی شروع شد. افراد بسیاری از هر دو سپاه کشته شدند. این بار نوفلیان که تعدادشان هم بیشتر بود به پیروزی رسیدند. چیزی نمانده بود که افراد بیشماری از مردان قبیله لیلی کشته شوند. بزرگان قبیله لیلی وقتی که دیدند چیزی نمانده که همهشان کشته شوند، زاری کنان نزد نوفل رفتند و از او تقاضای صلح کردند. نوفل هم که منتظر این لحظه بود به آنها گفت: من که از اولش هم مشکلی نداشتم و نمیخواستم که با هم جنگ کنیم. من برای خواستگاری لیلی آمده بودم تا او را به مجنون برسانم. حالا هم شما بروید و او را بیاورید تا به جنگ خاتمه دهیم. در این هنگام پدر لیلی با گریه و زاری فراوان نزد نوفل آمد و در مقابل او بر خاک افتاد و به او گفت: ای مرد بزرگوار، ای کسی که در همه جهان نامت به شجاعت و بخشندگی منتشر شده است، از تو میخواهم که از این حرف صرف نظر کنی و دخترم را به من ببخشی. حتی اگر او را با شمشیر بکشی باز هم حرفی نخواهم داشت و از تو ناراحت نخواهم شد، ولی من حاضر نیستم جگرگوشم را به دست دیوانه‌ای بیابانگرد و بی آبرو بدهم. او باعث شده که آبروی من در تمام قبایل برود. خودش در کوه و صحرا با بی‌آبرویی زندگی می‌گذراند. من چگونه دخترم را به چنین دیوانه‌ای باید بدهم؟ بعد کمی سکوت کرد و این بار با صدای بلندتر گفت: اگر شما از حرفتان گذشتید که هیچ، و الا من همین الان میروم و دخترم را میکشم تا از این ننگ آزاد شوم. نوفل وقتی این حرفها را شنید همونطور سر جایش خشکش زد و به پدر لیلی گفت: ببین پدر جان، درست است که من سردار سپاه هستم، ولی میخواهم که دختر را با دل شاد از تو خواستگاری کنم، نه با زور و شمشیر. اگر راضی نیستی خب نیاز نیست که دخترت را به مجنون بدهی. در همین حال یکی از یاران نوفل نزد او آمد و به او گفت: اتفاقاً به نظر من هم نباید این دختر را به آن پسر دیوانه بدهیم.
این روزها ما به خاطر او این جنگ و غوغا را به راه انداخته ایم. آن وقت او در وسط میدان به جای آنکه به ما یاری رساند به دشمن یاری میرساند. معلوم نیست این دیوانه چه در سر دارد. اگر این کارها را نمی کرد که به او مجنون نمی گفتند. دیگران هم این حرفها را تایید کردند. نوفل سپس به لشکریان خود دستور بازگشت داد و هر کسی به سر کار و زندگی خود برگشت. در این هنگام مجنون دوباره نزد نوفل رفت و زبان به گلایه گشود و به او گفت: تو این همه به من امیدواری دادی ولی معلوم نشد که چرا به عهد خود وفا نکردی. تو روزگار مرا سیاه کردی. و بعد هم گریه کنان از نزد نوفل جدا شد و به صحرا رفت. نوفل دستور داد که او را پیدا کنند تا به او دلداری دهند، ولی مجنون قطره آبی شده بود و در زمین فرو رفته بود. مجنون دوباره صحرایی شد. سوار بر اسب خود از بیابانها به این سو و آن سو می رفت. با هیچ انسانی حاضر نبود که بنشیند و گفتگو کند. روزی در بیابان متوجه دامی شد که چند آهوی زیبا در آن گرفتار شده بودند. نزدیکتر رفت. آهوهای بیچاره هرچه دست و پا می زدند نمی توانستند از دام رها شوند. از آن طرف سر و کله صیاد پیدا شد و به سمت آهوهای در دام افتاده رفت. مجنون با خود گفت اگر شکارچی به این آهوها برسد در اولین فرصت خون آنها را خواهد ریخت. بنابراین با شتاب به سمت دام رفت و صیاد را صدا کرد و گفت: ای صیاد، دست بردار، آن آهوها را نکش. صیاد به او نگاهی کرد و پرسید: تو دیگر که هستی؟ مجنون گفت: فکر کن من مهمان تو هستم. صیاد گفت: قدم مهمان بر روی چشم، اما دیگر چرا نباید آهوها را بکشم؟ مجنون به او گفت: این آهوهای بیچاره به این زیبایی که ارزش کشتن ندارد. حیف آن چشمهای زیبا نیست که زخمی تیغ شوند؟ حیف آن پاهای قشنگ نیست که بر آتش کباب شوند؟ حیف آن گردن زیبا نیست که با خنجر بریده شود؟ تو را به خدا به آهوها کاری نداشته باش. صیاد از این حرفهای شاعرانه مجنون و دلسوزی او متعجب شد و به او گفت: راستش این حرفهای تو خیلی زیبا بودند. من مشکلی با آزادی آهوها ندارم، اما دچار فقر و گرفتاری هستم. این چند آهو خرج 1-2 ماهه زن و بچه من را تأمین می کنند. اگر می خواهی که من این آهوها را نکشم، خب هزینه‌اش را بپرداز. مجنون تا این حرف را شنید سریع از اسب خود پیاده شد و آن را به صیاد داد و به او گفت: در ازای آزادی این چند آهو می توانی اسب مرا برداری و بروی. صیاد تا اسب را دید خوشحال شد و به سمت اسب رفت. دستی بر سر و روی اسب کشید و بعد به مجنون گفت: این آهوها هم مال تو. و بعد هم سوار بر اسب شد و از آنجا دور شد. مجنون دامها را از دست و پای آهوها باز کرد و آنها را رها کرد. آهوها تا آزاد شدند پا به فرار گذاشتند. مجنون هم که جایی برای رفتن نداشت پشت سر آنها به راه افتاد. از زمانی که نوفل در جنگ پیروز شده بود، لیلی هم از ماجرا مطلع شده بود. آن روز پدر لیلی با خوشحالی به خیمه وارد شد و گفت: بالاخره شر این مجنون مزاحم را از سر خودم باز کردم و با چرب زبانی نوفل را قانع کردم که بیخیال مجنون شود. لیلی با شنیدن این حرف بی نهایت ناراحت شده بود و از آن روز به بعد در تنهایی خود قصه می‌خورد و می‌گریست. ابن سلام و خانواده‌اش برای خواستگاری به نزد پدر لیلی رفتند و از هر دری سخن گفتند و قرار مراسم عروسی را گذاشتند. این در حالی بود که هیچ کس نظر لیلی را نمی‌پرسید. لیلی نمی‌توانست هیچ حرفی بزند و اعتراضی بکند. چند روز بعد مراسم عقد کنان برگزار شد و آیین جشن و عروسی با تجمل فراوان برگزار شد. وقتی که ابن سلام لیلی را به خانه خیش برد، اختیار همه زندگی خود را
به او سپرد، اما لیلی به هیچ وجه حاضر نبود که ابن سلام را به همسری خود بپذیرد. لیلی هنگام بحث با همسرش سیلی محکمی به او زد و به او اخطار داد که اگر به او دست بزند خود را خواهد کشت. ابن سلام وقتی که دید لیلی با چنین گستاخی و خشمی این سوگند را خورد، عروس را به حال خود رها کرد. می‌دانست که دیگر هیچگاه نمی‌تواند به او نزدیک شود. پس با خود فکری کرد و گفت بهتر است که کاری به کار او نداشته باشم، اما اگر بقیه مردم بفهمند آبرویم خواهد رفت. ابن سلام پذیرفت و از آن پس دیگر کاری به کار لیلی نداشت و او را به حال خود رها کرده بود. لیلی هم در فراق مجنون شب و روز را به گریه و انتظار می‌گذراند. کم کم اطرافیان هم داشتند بویی از غذایا می‌بردند، ولی برای لیلی هیچ اهمیتی نداشت. مجنون در صحرا در کنار صخره‌ای نشسته بود. از دور مردی سوار بر شتر پدیدار شد. مرد شتر سوار که متوجه شد مجنون چیزی از ماجرای ازدواج لیلی نمی‌داند، به حرف آمد و به او گفت بیچاره، آن کسی که تو اینقدر در انتظارش نشسته ای الان ازدواج کرده است. او با مردی جوان ازدواج کرده و دیگر یادی از تو نخواهد کرد. حالا تو چه حوصله‌ای داری که شب و روز به او فکر می‌کنی؟ او بی‌وفایی کرده و تو را فراموش کرده است. بهتر از تو هم او را فراموش کنی. مجنون وقتی این حرفها را شنید به یک باره حالش دگرگون شد. از شنیدن خبر ازدواج لیلی ناگهان فریادی برآورد و سر خود را محکم بر سنگ کوبید، آنقدر که خون از آن جاری شد و بیهوش بر روی زمین افتاد. مرد شتر سوار که گمان نمی کرد مجنون دچار چنین حالتی شود، با دیدن وضع او کمی ترسید. سریع از شتر خود پیاده شد و به سوی مجنون رفت تا او را به حال بیاورد. آبی بر سر و رویش زد و کم کم مجنون را به هوش آورد. وقتی مجنون چشمهایش را باز کرد، آن مرد او را به صخره کنارش تکیه داد و کمی آب به او داد تا بنوشد. وقتی مجنون کمی بهتر شد، مرد گفت من شوخی کردم، فکر نمی کردم که تو اینطوری بدحال بشوی. راستش در این که گفتم لیلی ازدواج کرده درست است، ولی باور کن که لیلی اصلاً همسرش را دوست ندارد و همیشه به فکر توست. مجنون که این حرف را شنید احساس کرد که آن مرد در کار خود دورویی و نیرنگ دارد. کمی به حرفهایش اعتنا کرد، ولی شنیدن خبر ازدواج لیلی او را از همه چیز بیزار کرده بود.